فقط وایرانشوی وای دیده میشه حسابی رودی میده بشویتیم طرف میگم دیگرگونی برای دندان دیگرگونی دیگه حسابی همین یگان و این بچه‌ها زیانش نیست. در شماره این کودک دهمین است که دومی یک روز محض از حسابی درون روی به مرکز سلامتی رقم 4 والدانش مراجعت نمودند. در یک روز به این مرکز بیش از 10 کودک را محض با علت بیماری شدید روده و معده به قید میگیرند. حالا این بیماری نه تنها در بین کودکان و نورسان اینچنین شخصان کلانسال زیاد شده است. دکتران راه سرایت یابی را از دستان افلاس و استعمال میوه‌ها وابسته میکنند. که حوزه عینی پخت‌وپزی میوه ها می باشد. بسیار میوه ها خامپز می باشند. برای همین وقتی استعمال آنها درون روی در هم چی در کلانسولو چی در کودکان دیده می شود. بسیارتر ناشسته استعمال کردن این میوه ها نیز به درون روی آورده می رساند. علاوه در مابین کودکان این بسیارتر به نظر می رسد. در شهر خوجند حالا بیماری شدید روده و معده اوج میگیرد. با آن هم نورسان و کودکان و هم کلانسالان سرایت مییابند. متخصصان مرکز سلامتی نوبسته به این ابراز می‌دارند که باز شدن در بیمارخانه بیماری‌های سرایتی و فعالیت آنها سبکی را پیش آورده است، زیرا بیماری شدید روده و معده سرایتی بوده بیشتر به دکتران بیمارخانه علاقه‌مندی دارد. با ما بسیار مراجعت میکنند. ما نظارت آمبولاتوری میگیریم. دکترای اویلوی خانه هاشون رفته گردش ها میگذرونند یا که اینجا دعوت ها به خانه میشود رفته دیده معاینه کرده معالجه ها رو تعیین میکنند. خوشبختانه یگان حالت فوت دیده نشده است نسبت بیماری های شدید روده معده. بعد این بیماری نیز روز به روز کم شده ایستاده است. الکی گویم موسمش گذشته ایستاده است. تحلیل‌های عمری مرکز نظارت دولتی سنتری و اپیدمیولوژی ولایت سوغد نشان می‌دهد که شماره سرایت‌یابی به بیماری شدید روده و معده زیاد شده است. اگر 5 ماه سال 2021 را به همین دوره سال 2022 مقایسه نماییم، نزدیک 50 حالت سرایت‌یابی بیشتر شده است. یعنی دوام 5 ماه سال 2021 410 نفر به بیماری شدید روده و معده گرفتار شدند. این رقم در همین دوره سال روان 453 حالت را تشکیل می‌دهد. اوید با بیماری‌های شدید روده و معده باشد در بعضی شهر و ناحیه‌ها زیاد شوی، یعنی که زیاد شوی به قیدگیری این بیماری‌ها به قید گرفته می‌شود. با مانند ناحیه کونی بادام، کوهستان مسچوق، شهر بوستان، ناحیه اشت و شهر خوجند. یعنی که این بیماری‌ها میباشد که اساساً این بیماری‌های دستان افلاس میگویند، یعنی که در حالت رعایت نکردن عادی‌ترین قاعده‌های بهداشتی و این بیماری‌های شدید روده و معده انسان گرفتار شدنش ممکن است و اینچنین در حالتی با طور درست نشستنی سبزیجات و میوه‌جاتی که ما استعمال میکنیم حتما باید با تازه نگاه داشتنی هم محیط اطراف، هم حجره کاری، هم خانه و هم آن محصولاتی که ما استعمال میکنیم باید که رعایت کنیم. حالا بیماری شدید روده و معده در شهر و ناحیه‌های خوجند، بوستان، کونی بادام، اشت و کوهستان مسچوق اوج گرفته در این منطقه زیاد شوی سرایت‌یابی به قید گرفته شده است. اما خوشبختانه بر اثر این بیماری تلفات جانی به قید گرفته نشده است. زورشی مفنوشکور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.